در حال رفتن به خانه بودم. دیدم چند جوان در حال بار کردن گاو بودن. گاوی را میخواستن سوار نیسان کنن. رفتم گفتم بروید کنار که میخواهم کمک کنم. دستی به سر گاو کشیدم و به چشمان گاو نگاه کردم. گاو خودش سوار ماشین شد. پیرمردی آمد: ای جوان، الهی خیر ببینی که امشب به من کمک کردی. پسر گفت: ای پسر، ای حاج حمید، نگاه کن، 2 رکعت نماز خوندی. یک پیرمرد برایت دعا کرد. در حال رفتن به خانه بودم. رسیدم که به خانه دیدم مادرم هراسان است، این بر آن بر خانه می رود. گفتم: ای مادر، چه شده؟ گفت: مادر، امشب گاو من را دزدیدن. یک دفعه فهمیدم که گاو با اون گاو بودنش من را شناخت، ولی من با این انسانیت و گاو بودنم آن گاو را نشناختم. پس زود قضاوت نکنید، مواظب گاوهای خودتان باشین دوستان که این گونه خراب نشود.